تصمیم‌های شیرین 1. حرف‌های درگوشی. مدتی بود که شیرین با دیگران درگوشی حرف می‌زد. حتی حرف‌هایی را که میشد با صدای بلند گفت، او درگوشی می‌گفت. مثلا صبح‌ها وقتی با یک استکان چای شیرین سیر نمی‌شد، در گوش مادرش می‌گفت: می‌شود یک استکان چای دیگر بریزی؟ یا وقت رفتن به مدرسه که میشد، در گوش مادرش می‌گفت: می‌شود بروم مدرسه؟ مادر شیرین چند روز صبر کرد و چیزی نگفت، اما وقتی دید شیرین این عادت جدید را کنار نگذاشت، به او گفت: دخترم، تو دیگر بزرگ شده ای. این کار یعنی چه که حرفهایت را در گوشی میگویی؟ بچه نباید اینقدر خجالتی باشد. تازه وقتی که در جمع در گوشی حرف میزنی، بقیه خوششان نمیآید و فکر میکنند غریبند. بیا و تصمیم بگیر که دیگر در گوشه حرف نزنی. شیرین پرسید: هیچ وقت؟ مادر جواب داد: هیچ وقت. یک روز گلی خانم و دخترش که از همسایه قدیمی بودند به خانه شیرین آمدند. شیرین 1 ساعت با دختر گلی خانم بازی کرد. بعد یادش آمد که مشق‌هایش را ننوشته است. خواست یواشکی از مادرش بپرسد که میهمان‌ها کی می‌روند، اما یاد تصمیمش افتاد. برای همین از همانجا داد زد: مامان، گلی خانم کی می‌رود؟ همه درس‌هایم مانده. تا مادر آمد حرفی بزند، گلی خانم خودش را جمع جور کرد و گفت: وای خواهر، بچه راست میگوید، باید بروم. شیرین و مادرش برای خرید به بقالی حسن آقا رفته بودند. حسن آقا 2 کیلو نخود وزن کرد و روی میز گذاشت و گفت: دیگر چه بدهم؟ مادر شیرین گفت: دست شما درد نکند. چقدر شد؟ شیرین گفت: مامان، 1 بسته خمیر دندان هم بخر. مادر آهسته به شیرین گفت: پول ندارم، بعد میای میخری. شیرین با صدای بلند گفت: پول نداری؟ پس چرا صبح به بابا گفتی از عمو پول قرض نکند؟ حسن آقا 1 بسته خمیر دندان روی میز گذاشت و گفت: قابلی ندارد خانم، بعد با بابای شیرین حساب میکنیم. تا مادر حرفی بزند، شیرین خمیر دندان را برداشت و با خودش گفت: چه خوب شد در گوشی حرف نزدم. مادر شیرین از این کارهای شیرین عصبانی بود، برای همین زیاد با او حرف نمیزد. شیرین از مادرش پرسید: از دست من ناراحتی؟ مادر گفت: بله که ناراحتم. تو آبروی من را پیش همه بردی. آن روز پیش گلی خانم آن حرف را زدی. دیروز هم که پیش حسن آقا حرفایی زدی که نباید میزدی. شیرین گفت: مگر شما نگفتی که در گوشی حرف نزنم؟ مادر گفت: بله گفتم، اما نه هر حرفی را. نه به این کارت که برای چای خوردن در گوشی حرف بزنی، نه به این که راز زندگی من را با صدای بلند توی بقالی بگویی. مادر دیگر چیزی نگفت. شیرین هم ساکت شد. او داشت فکر میکرد که کجای کارش اشکال داشته است و چه کار کند. او داشت تصمیم میگرفت.